السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، اینجا جبل احد میگن که احد، اینجا که احد درازیش تقریبا 7 کیلومتر ای و اینجا جبل رمان میگن. و اینی قبر حمزه رضی الله عنه، کاکای عمکی رسول خدا صلی الله علیه و سلم ای. حاضر در سعودی بگیم سحر ساعت 9 نیمه پگاده 22 گرادوس ای. ماشاءالله خیلی حاجیان. اینجا جبل رمان میگن. میدک جبلی هستی که از اونجا نریزه زنو بدن. خب این مسجد همین مرکز قبرستان. خب کسی که اومدنی انشاءالله اما خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن مقصد جبل احد، جبل احد نحبنا و نحبه. جبل احد دوست می‌داره ما را و ما را دوست می‌داریم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن اینجا حاجون تشریف یعنی طرز آداب سلام دادن و بر گذشتگان. السلام علیکم یا من المؤمنین و المسلمین و انا ان شاء الله للاحقون. اسأل الله لنا و لكم العافیه. سلام دعا را میخونین انشاءالله. این طرف یعنی جبل رمان است. در بالای بدن صحابه ها یعنی نیزه میزدن. در اینجا بود که یعنی مسلمان ها شکست خوردگی. یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم در اینجا میفرماید اینی کنت نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخره. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که من شما را منع میکردم از زیارت قبرها، پس زیارت چون کنین به دسته که قبرها شما را یادآوری میکنه از آخرت. و مخاطر یعنی بسیار وقتها در مسجد صرف کنین و قبرستان ها نظر کنین، مرده ها را میبینین و آخرت لیاتون میزنن که اونها را زمان و وقت ساعتش بود که کمال داشتن که از دنیا هیچ چیز نبردن. و این روز نوبت ما و شما را رسیدنی است. و خاطر نه